دوستان، این فصل دلافروز مبارک باشد. نفس تازه نوروز مبارک باشد. عزیزان دل، بینندگان ارجمند، برنامه سلام نوروز از استودیو تلویزیون و رادیوی تنین بوسا مستقیما ادامه دارد. این نوبت مهمان برنامه امروزینه ایدانه سلام نوروز یکی از هنرمند شناخته که سالیان سال است که در انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی ها کار و فعالیت میبرند. معلم عزیز و ارجمند استاد گرامی قدر عافیت خان مسعید هستند. قبلا شما را خوش آمدید میگویم به برنامه و آمدن نوروز این قدم را بر شما در شخصیت شما با کل هنرمندان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی ها مبارک باد میگویم. هر روزتان نوروز باد. خب ما میخواستیم دایر با فعالیت ایجادی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی ها با شما هم صحبت شده باشیم. شخصا خود شما سال چندم است که در این انسامبل همچون هنرمند کار و فعالیت میبرید؟ رحمت، اولا بار تمامی مردمی تاجیک را، اهل خانواده هر یک مردمی تاجیک را با عید نوروز، عید بهار تبریک و مبارک باد میگویم. به هر یک خاندان فیض و برکه، مهر و محبت لام همیشه پاینده باشد. آسمان‌ها صاف و بی‌غبار باشد. لایم جناب عالی صحت باشند. همین چی آرزوهایی که ما داریم نسبت آنها، نغزه های آنها هست است که ما امروز کار میکنیم، فعالیت میکنیم. آسمان‌ها تیج میدارند. الهی عمرشان دراز شود، تنشان صحت شود. ما انسامبل بیبی ها به من 2016 باز فعالیت میکنم با سروری معلمه عزیزم سیرم ایسایی و بسیار زنی حلیم هستند، دانشمند هستند. نسبت کسب خود افتخارانه خدمت میکنند. نسبت مایان هم میگویند که خودشان باید همین خیلی مهنت پرور و وطن پرور و نسبت کسب خود وفادار باشیم. من از معلم‌ها بسیار چیزها رو آموختم و میخواستم که پیشکش هنرمندان یک چیزی که الکای ها از دهان خلق مانده رفته است، ما همین چیزها را چی بررسی میکنیم، در صحنه ها نمایش میدهیم. سرودهایی که خوانده بودن اولادای ما، آچه های ما، بیبی های ما، باباهای ما همین چیزها را وای میکنیم. برای بینندگان، برای هموطنان پیشکش میکنیم. مثلا سرودهای خلقی هست، مثلا سرودهای که از تمامی ناحیه های و ناحیه ها هست. ما همینه به همگان، یعنی که بیشتر سرودهای خلقی را زمزمه میکنید، درست؟ امروز در همین انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی ها چند نفر هنرمندان کار و فعالیت میبرند؟ 13 نفر. 13 نفر هستید. از همین ها 11 تا زن، هم جوان ها هستند، هم مثلا کلان سالا هستند و 2 نفر و ما و مردان هم هستند. فعالیت میکنیم. ما همین سال گذشته من همین ماه تیاری دیدیم به فستیوال بایسون بهاری و ازبکستان سفر نمودیم و در اونجا برآمدی خوب کرده. افتخاری بیرق تاجیکستان بلند برداشته از سفر گشتیم. جای در 30 مملکت برآمد کردن. ما در همین برآمد جای دویم را گرفته آمدیم و 10 روز ما را مهمانداری کردن. ما در اونجا چی میگوییم، برنامه های دوستی برپا نموده و به خلق ازبکستان از نزدیک شنا شده آمدیم که صنعت آنها با صنعت ما چی گویم مانند است. یعنی که مانندی دارد. هر یک نمایشنامه ها، خوب سرودهای خواندن، طرزی چخیل دسترخوان کردن، لباس پوشی، رفتار و مهمانداری های آنها همین عین ما باید این وای کردن.
خب بغیر از اونی که اونجایی که میدونیم انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بی بی ها هست، بغیر از اونی که برای هموطنان عزیز و ارجمند، بغیر از اونی که خب نمایشنامه ها رو پیشکش نماید، همزمان خب سرودها هم زمزمه میکنید، درست؟ البته سرودها میخوانیم، صحنه های میکریم برام، چله گریزم که این از اولاد و اجداد ما مانده اند. ما همین رو در صحنه های و در نمایش های خودمون نمایش میتیم و پیشکشی خلق میکنیم. در همین برنامه ها ما هم سرودها رو زمزمه میکنیم که همون تبی همون چیزی برنامه به طوری میبیاد. مثلا چلگیریزا میکرده که باشه ما سرودهای الله میخوانیم، پیشوازی عروس میکنیم، چقدر خانه رو عبود داشتنی دخترک رو نشان میتیم. یعنی که طریق سرود برای بیننده، برای شنونده میرسونید، نمایش میتیم. در دوام یک سال اگر گیریم، در دوام یک سال نمی هنرمندان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بی بی ها چند نمایشنامه رو روی صحنه می آورند؟ من حاضر ما علاقه دو برنامه نمایشی رو تیار کردگی. ما هم با طرز سرودخوانی و منیخه شیرخوانی و همیشه بیت برکو باز به غرض ما معلمه عزیزم هنرمندی بزرگ هستن، آنها به ما 5 صحنه انمین چیزی میگویم سپیکتاکلی نمایشنامه رو گذاشتن که این 5 زنی افندی است. علاقه ما تیار هستیم. ما به دست همین سفرهایی که من حاضر ما در خدمتی من برنامه های نوروزی هستیم و من بهار زنها بودن، ما اشتراک کردیم، همین چهارراه بینی ها بند بودیم. برای همین کمتر ما حالی فعالیتی سفرکنی ها ما نشد. اکنون خدا خواهد ما سفری هنری میبراییم. با این برنامه های ما بسیار شوق‌آور است. ما را از سینما آمده از دوشنبه وای کردن، ثبت نمودند، برنامه آماده کردند، چند بار از نمایش رو نمایش دادن، بسیار معقول هست. خدا خواهد همه این را ما به خلق عزیز ما بررسی میکنیم. سلامت و سربلند باشه. تشکر میگویم از تشریفتون، خیلی هم شاد کردیدیم. بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، برنامه ادانه سلام نوروز از استودیو تلویزیون و رادیوی تنین با هم ادامه دارد و ما دایر به فعالیت ایجادی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بی بی ها کمی باشد هم معلومات گرفتیم. امروز معلمه عزیز هنرمند شناخته عافیت خان مسعیده و با یک دست آویز آمدند و خیلی که دیده سالیم درباره شما دایره است. اگر خطا نکنم سرود میخونید؟ البته. بیاید بینندگان عزیز تماشابینان ارجمند با هم گوش کنیم، لذت میبریم، حلاوت میبریم. مرحبا. یار آمد یار آمد بجا نمایا، یار آمد یار آمد بجا نمایا، برخیز و کنارش گیر بجا نمایا، این نوروزی نو می آید بجا نمایا، برخیز و کنارش گیر بجا نمایا، بهاری نو می آید بجا نمایا، ای از بالا می آید ای لاله، بوی پر می آید ای لاله،
از بالا آب می آید هی لاله بوی پلو می آید هی لاله دروازه را وا کنید هی لاله نوروزی نو می آید هی لاله دروازه را وا کنید هی لاله میهمانان می آیند هی لاله نوروزی نو می آید هی لاله آمدت گردم هی لاله حدو قامتت گردم هی لاله تو یارکی ما باشی هی لاله از آمدنات گردم هی لاله تو یارکی من باشی هی لاله از آمدنات گردم هی لاله از آمدنات گردم هی لاله اسبوله مثل لالچه راسبوله مثل لالچه اسبوله مثل لالچه راسبوله مثل لالچه یرته تورک سلام دی باد اسبوله مثل لالچه یرته تورک سلام دی باد اسبوله مثل لالچه شام سیاریمت ستونی اختاریمت شام سیاریمت ستونی اختاریمت لالچه من یارمی başkalar yarimet lalaçe men yarimi başkalar yari hasbulamış lalaçe hasbulamış lalaçe yirte turuk salam dibad hasbulamış lalaçe yirte turuk salam dibad hasbulamış lalaçe dalal zari sakimay biyari kun hamajay fasli bahar yarmi dalal zari sakimay biyari سلامت و سربلند باشید آوازتون هیچ گاه خسته نگردد. انا همین انتخاب از سرودها رو کی انتخاب میکند بیشتر برای هر یک نمایش نمایی؟ خیلی میگیم که هم برنامه با موافق ما وظیفه گذاری میشد مثلا درباره گل درباره همون مثلا مرکه‌ای که همون عروس میبیاریم مثلا عروس بیاران میکردیم باشیم الکی ما یاری باید کردن آمده کار از خود کردن آمده کار درباره بهار باشد گل محبت عشق وفا گفتگی سرودهای بیشتر ما باید کنیم آمیزیم از خود کنیم و خوانیم بهترین تشکر میگویم. خب چقدر که میدانیم نوروز عالم افروز با بدیه خوانی هم خیلی هم زیبا میگردد عالی میگردد چون گفتید که در برنامه های نوروزی در چهاربینی های نوروزی نیز شامل هستید. آیا در وصف نوروز عالم افروز یگان بدیه خوانده میتونید؟ مثلا هر یک چیز میگویم سرودی که میخواند البته در اونجا عشق محبت است. خب نسبتی طبیعت مثلا ما عشق داشته باشیم همین سخنهای محبتانه نوشته شده است. مثلا بابا ریحان بیبی ریحان مثلا و چی میگویم با من کجا بودی سکینک انا اینو گفتی شما که بدیه ها هست است. این هم همین خلقی چیزها هست است. لیکن همین گفتگی شما که نوروز به ایمنم باید بری کریگامون نیست لیکن یعنی که باید برای همین خلقی رو بیشتر زمزمه میکنید. خب اگر اجازت باشد ممکن باشد باز یک همین 4 مصرع یگان بدیهی خلقی را برای بینندگان عزیز و ارجمند شاید زمزمه کردید. بهترین است کدامش برای خودتون پسند است؟ امشب شبی تابستان بیبی ریحان مرمت کن
بی تابستان بی بی ریحان مرمتون بازار به خیلی ارزان بی بی ریحان مرمتون چای تلخ دم کرده بی بی ریحان مرمتون تکلیف کنید خانیتون بی بی ریحان مرمتون چای تلخ دم کرده بی بی ریحان مرمتون تکلیف کنید خانیتون بی بی ریحان مرمتون گله بردم به بازار بابا رحمان خریدیم دو گوشوار بابا رحمان گوشوار در گوش کردم بابا رحمان مرمتون شمای بی خوش کردم بابا رحمان گوشوار در گوش کردم بابا رحمان مرمتون شمای بی خوش کردم بابا رحمان بابا رحمان مرمتون بی بی ریحان مرمتون مرمتون سلامت باشید. بهترین تشکر. از آدمی صحبت ایان گردید که در انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی ها شما همچون آوازخوان کار و فعالیت میبرید، درست؟ پیشتر در کجا کار میکردید؟ من پیشتر کودکستان کار میکردم. 30 سال فعالیتی پداگوگی داشتم. یعنی که شما مربیه هستید؟ مربیه بودم. بعد آموزگاری مربی ها پداگوگ میگویم که سرمربیه شده کار کردم. خیلی بعد از نفقه برآمدم عشقی صحنه سرودخوانیم بود نزدی معلمه روان. یعنی که به کار قبول کردن شما رو دستگیری نمودن. ما آنجایی که میدانیم معلمی عزیز و ارجمند راهبر انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی ها معلمه گرامی قدر محترم سیرم خان ایسای و خیلی همزنی هستند، هنرمندی هستند که تمامی اکثریت هنرمندان رو خیلی هم دستگیری میکنند و ما باوری کامل داریم که من بعد نیست چنین خواهد بود. برای فعالیت حاضره و آینده شما در شخصیت شما با کل کارمندان انسامبل فولکلوری اتنوگرافی بیبی ها موفقیت برای رو کامیابی های به پایان رو تمنا میکنیم. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. در آخر می گفتید که برای بینندگان عزیز و ارجمند، برای تماشابینان و مقام چی گفتنی ها دارید، چی تمناها دارید؟ من به خلق عزیزم تبریکات خودم رو میگویم که صحت سلامت باشند، آسمان ما صاف و بی‌غبار باشد، هر یک خاندان تنجی امانی آسایشتگی باشد، فرزندان نیک به وایه رسند. چه آرزوهاشون های آرزوهاشون به سال نو سال نیک شود، پوری سیری شود، خاندانی همه تنجی امانی شود، چی دلشون به مقصد و مرادشون هم باشد، جامعه عمل باشد، سرامو همیشه بلند باشد، کجا که باشیم آرزوهامو با خدای خودش برساند. سلامت باشید. بهترین تمنا است. تشکر میگویم برای صحبتی صمیمیتان. باری دیگر یک جهان تشکر میگویم برایتان که وقتی که ما شما رو دعوت کردیم سخنی ما رو رد نکردید. امروز برای بینندگان عزیز و ارجمند، برای تماشابینان گرامی قدر برنامه های تلویزیون و رادیوی تنین کمی باشد هم یک لذتی نوروزی رو ارزانی داشتید. برایتان جهانی سپاس میگویم. تشکر. نوروزتان مبارک باد. نوروزتان هر روز باد. سلامت و سربلند باشه. تشکر. بینندگان عزیز، تماشابینان ارجمند، برنامه ادانه سلام نوروز باز هم ادامه دارد. شما میتوانید پس از چند لحظه های دیگر باز همراهی ما باشید، ما را تماشا بکنید.